صحبت بعدی هم درباره مسئله است که حکومت آن را بخشی از تلاش‌ها برای محو افراطگرایی اسلامی می‌نامد. برخی از ساکنان در دوشنبه بر رادیو آزادی شکایت کردند که آنها را برای ریش و حجابشان بازپرسی کردند. در نوارهایی که ما گرفتیم و در شبکه‌های اجتماعی هم هست دیده می‌شود که مقامات زنان را مجبور می‌کنند روی مال‌هایشان را به شکل تاجیکی بسر کنند. همکارم میرزانبی خالقزاد که به شکایت ساکنان گوش داده است در استودیو با ماست. میرزانبی، ساکنان از کدام شهر و منطقه ها بیشتر شکایت کردند؟ سلام بینندگان ارجمند. بله مؤمن، بیشتر از دوشنبه از پایتخت به ما شکایت ها میرسند که زنان میگویند آنها را مجبور میکنند حجابشون را بگیرند و به جوانان امر میدهند که ریششون را تراشند. مثلا روز 22 می در نزدیکی بیمارخانه قره‌بالای دوشنبه چند مسئول کمیته کار با زنان ناحیه سینا و ماموران پلیس زنان سطرپوش و مردان ریشدار را به ماشین مسافرکش سوار کرده به اداره پلیس بردند. در نواری که کاربران به ما فرستادن دیده می شود که زنان سطرپوش را با زور به مسافرکش سوار می کنند. یکی از این زنها به رادیو آزادی نقل کرد که در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا از انگشت و عکس آنها را گرفته و با وعده اینکه دیگر لباس بیگانه به بر نمی کنند رها کردند. یک جوان دیگر نقل کرد که روز 23 می او و 12 جوان ریش‌دار را به شعبه کارهای داخلی شامنصور بردند. به دستشان اسباب ریش تراشی داده گفتند که ریششون را خودشون تراشند و اون افزود که از آنها زبان خط گرفتند که دیگر ریش نمیگذارند و هشدار دادند که اگر تکرارا با ریش بازداشت شوند حبس میشوند. میرزانبی، مقامات تا حال درباره این بازداشت‌ها شرح دادند و این تا کجا به طرح قانون ربط دارد که هنوز تصدیق نشده است؟ ببینید، سخنگوی وزارت کارهای داخلی به زنگای ما پاسخ نداد تا در این باره پرسیمش. یک منبع از حکومت این ناحیه دوشنبه تصدیق کرد که کمیسیون های ویژه برای کارهای ترغیبات و آگاه کردن مردم در حکومت ها تأسیس یافته است. وی گفت مقامات نه به همه ریشدار و سطرداران کار دارند. به قبل وی بیشتر ریش‌های بی‌مویلب که خاص سلفی ها هستند و سطرهای سیاه مورد توجه هستند، چون این را مقامات علامت پیروی از گروه رویه‌های ممنوع می‌دانند. و گفته او اگر مرد ریش و مویلب کوتاه دارد و زنی که رویمال را به شیوه تاجیکی بدون پوشانیدن نصف چهره‌اش داشته رنگ لباسای سیاه نیست، کسی به او کار ندارد. چنین رید و سنجش در خیابان‌ها پس از بررسی طرح تغییر به قانون تنظیم رسم و آیین‌ها جدی‌تر شده است. در قانون برای پوشیدن و فروختن سر و لباس و فرهنگ ملی بیگانه جریمه پیش بینی شده است و همین است مسئله اساسی. سپاس. همکارم میرزانبی خالقزاد بود که درباره فشار بر ریشداران و حجابداران در دوشنبه صحبت می‌کرد.